علی هستم. خوش اومدید به اولین ویدیو چنل من. ما اومدیم با بازی جی تی سنده سرندای. امیدواریم از این ویدیو خوش و لایک و دنبال و ساب یادتون نره. کامنت هم بذارید، زنگوله بغلیش هم بزنید. اومدیم با ویدیو جی تی سنده و مدرسه. بودوید بیاد سوارش میخوایم بریم. بودوید سوار شید. سوار بودید، ببخش جا بیفته بریم. جا بیفتیم بریم دیگه. خیلی خوب بچه ها، امروز چه خبر؟ نمیخواد حرف بزنیم. خیلی خوب باش. خیلی خوب، ما به رانندگیمون ادامه میدیم تا برسیم به مقصدی که دوست دارید. بعدش هم میخوایم 13 به در بگیریم. بله بچه ها، 13 به در. 13 به در چیه؟ خاک تو سر این همه تو ایران بودی بهش 13 به در بلد نیستی؟ خاک تو سرت کنم من. یعنی تو انقدر قد کشیدی اومدی کلاس 8م باشو نمیدونی 13 به در یعنی چی؟ رفتیم مدرسه باد کار دارم من. به مامان بابات باید زنگ بزنم. بعدش میخوایم بریم مسافرت علمی اگه داریم جاده رو درست میدیم. اول باید بریم 13 به درمون. برو اون کنار دیگه. شک نمیده اتوبوس مدرسه است. لای 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 لای. خیلی خوب بچه ها، حرف نزدید تا برسیم به مقصد خودمون، از بیرون لذت ببریم. رسیدیم به جنگل زاد. استاد جانم، اون خونه‌گاه میزه چیه در تو نقشه میبینم؟ اونا هیچی، ولش کن، بهش اهمیت نده. خب میترسم ازش، ولش کن. بیفتیم از این منطقه. من بدم میاد آخه. هر جا که معلم شما میگه مزام بادیتون میگه بعد بریم اونجا. آخه من از این منطقه میترسم، خیلی خلاف قال داده. الان جون 32 تا دانش آموز ابله افتاده به من. اگه اتفاق بدی بیفته چی؟ من بعد از این مسلخه خودم نجات بدم و این 32 نفر. برو کنار اشک. و بچه ما مجبوریم از جاده خاکی بدیم چون که اون طرف جاده نیست. از جاده خاکی لذت ببرید دیگه. اتوبوس مدرسه نخون بچه، نخون تو جدت نخون. باشه. هیچکی حق خوانندگی توی این اتوبوس نداره. واسه نه ماشین دود میکنه یا نه با خاک بودش. خیلی خوب بچه ما رسیدیم به جایی که میخواستیم برسیم. چطور اینجا یکم ترسناکه بابا. آمریکا توی 13 به در همیشه شب جاهای ترسناک هم میره. از هالیوود که بهتره سکته میزنی. استاد دهن تو بجام. خب بچه ببخشید من نتونستم برم اون جنگله. خب ولی از اینجا شروع میکنم. چون که چپ کرده اون ماشین بهش آتیش گرفت تلکی. بچه دوباره این راه از اول برید. خیلی خوب بچه ها، چی شد اون شب؟ هیچی، شما چپ کردید. بعد شب دیگه رفتید نزدیک بریم اون دنیا. خدا شد ولی آتش نشانی پشتمون بودش. درود بفرست بر تمام آتش نشانهای جهان. زنده باد آتش نشانهای ایران. خیلی خوب بچه بپیچیم جاده خاکی. این دفعه میخوایم خیلی زیبا رانندگی بنماییم. بدو استاد خطرناک، آروم برید.
بابا نه ترس، خطرناکه. چی؟ زمانی که شما داشتید با پلی استیشن وانتون بازی میکردید، من و رفیقام داشتیم از این سکوها میپریدیم پایین و حال میکردیم بابا. پس فکر رانندگی واسه ما اونجا چیزیه؟ برو. ماشالله. خیلی خوب بچه، بیاد همینجا 13 همونم بگیریم و مبارک باد. پیاده شید. ما نمیای پایین. چرا؟ چون که خطر مرگ. باشه نیاد پایین، من خودم میرم. به 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 به، عجب جای زیبایی. تو اینا چیه؟ عجب جای زیبایی، مناسب برای 13 بده. یه غروب آفتاب زیبا هم شده و 13 همونم بگیریم. بس من سفره رو از پشت ماشین بیادم. سفره رو برداشتیم. غذا سفره رو ته کنیم. سفره رو سنگ سنگه صافی. به به، جوجه هامونم سفره بخوریمشون. خیلی خوب، بلکه عجب 13 بله بود. بچه ها نمیمدید پایین. عجب 13 بله بود. خاک تو سرتون. حالا بریم سفر علمیمون. خدایا رحم کن به سفر علمیمون. خدایا رحم کن. ما رو با این دیوونه فرستادی اینجا، چپ کردیم، آتیش گرفتیم، ولی ناموسن خدا وکیلی این سفر علمی که نمیخوایم وایسیم و یه کمک کوچیکی بهمون کن. علی از کجا میلی یا پیر پیغمبر؟ استاد نشونه بچه ها همه میشه سفر علمیمون رو میلیم دیگه. شما قطار گرفتید یا ماشین؟ قطار دهنیتونو. خیلی خوب بچه ها، من یه ماشین دیگه با شما نمیام بیرون. ماشین میده سفارش خب نشد دیگه. اتفاقی بود، فکر کردم اونجا جاده است. آخه تو مپ نوشته بود جاده بسیار عالی. جاده بسیار عالی و زیبا.
یا پیر پیغمبر. چیز بچه هلیکوپتر دیگه، از هلیکوپتر حتی میترسید. الان ما داریم جو لندگی میکنیم، خطر قطار هستش یا نه دیگه نیستش. بچه آهنگ بارو بارون بارو نهه بخونید. بارو 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 نهه چرا آقا مچو نخونید. خب ما شب همینجا میخوابیم. خیلی خوب بچه، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا پارت 2 مسافرت دردسر میبینمتون. لایک و ساب و دنبالتون نره تا یه ویدیو دیگه. خدافظ.